دعا رو کم نگیرید برادران اسلام، در حق خود و در حق پدر و مادر خود و در حق فرزندان خود و در حق همسر خود. ولو بسیاریا در یک نکاح قریب 1 ساعت در موضوع زن و شوهری، معامله زن و شوهری صحبت داشتیم. یک انسان سالخورده شوخ طبیعت هم بود و گفت بابای دملا آلا بای گفت همین پیامبر علیه السلام اینقدر لیکن چند زن و همه کامیاب و موفق، ما یک زن هیچ سرفراش نمیریم، چیلی است هیچ چیگه بزنم یک طرح هیچ سرفراش نمیرویم. من گفتم که برادر عزیز، پیامبر علیه السلام هر وقت میگفت که الحمدلله الذی رزقنی حب عائشه، پروردگار و شکرانش که به من زن داده است و محبت این زنم را در قلبم جای کرده است. اکای عزیز، از روی تدان خدا راست بگونی که در طول حیاتت یکم بار گفته ای که پروردگار و شکرانت که به من زن داده ای، زن دارم، فرزند دارم، خانه دارم. گفت راستش بگویم؟ گفتم راستش بگو. گفت دایم میگم که 100 لک نوشگریت. وقتی که زن گفتی 100 لک نوشگریت، بعد از اون نکی با انتظار میشوی، در سر چهارمغز میشکند. در حق زن دایم دعا کنید. اونایی که زن ندارن دعای زنی خوب، اونایی که زن دارن دایم در حق زنشون دعا کنن که پروردگار وقتی که اون زن پروردگار هدایت کند، صالحه مصلحه شود، فرزندان وابستگی از زن دارن که فردا از گلویت نگیرن فرزندان. چرا که همون زن همون مادر است که در گوش اون فرزندان میخواند، دشمنی جونی پدر میشوند، از گلوی پدر میگیرن. بخاطر چنین نشد دعای خیر و برکت و هدایت به همسران